به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران. محمد کیا هستم با ویدیویی دیگر از سری ویدیوهای 10 دقیقه‌ای آموزش ریاضیات از صفر صفر در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. در این جلسه با قضیه فیثاغورس آشنا خواهیم شد و به کمک اون مجهولاتی رو به دست میاریم. در ابتدا با مثلث قائم الزاویه آشنا خواهیم شد. مثلث قائم الزاویه همونجور که میدونید یک مثلثی هست که یکی از زاویه‌های آن باید قائمه باشه یا 90 درجه باشه و بلافاصله ما مشخص میکنیم اون ضلعی رو که روبرو به زاویه 90 درجه هست در مثلث قائم الزاویه، یعنی این ضلع رو وتر مثلث قائم الزاویه مینامند و ضلع‌های دیگر اون ضلع خوابیده رو ضلع افقی و ضلع ایستاده رو ضلع عمودی در نظر میگیریم. اگر ما این وتر رو با حرف کوچک R نمایش بدیم و ضلع افقی رو با حرف کوچک A و ضلع عمودی رو میتونیم با حرف کوچک B نمایش بدیم. پس مثلث قائم الزاویه مثلثی است با زاویه 90 درجه. ضلع روبرو به زاویه 90 درجه رو وتر اون مثلث مینامیم. اگر ما با استفاده از اضلاع مثلث قائم الزاویه مربع‌هایی رو با اندازه همون ضلع‌های مثلث قائم الزاویه در نظر بگیریم، مثلا یک مربع به اندازه ضلع R یعنی به اندازه ضلع وتر، یک مربع به اندازه ضلع اون ضلع ایستاده یا B و یک مربع به اندازه ضلع خوابیده یا ضلع A. اگر این مربع‌ها رو به این صورت در نظر بگیریم، یک رابطه بسیار جالب بین مساحت این مربع‌ها برقرار میشه که اون رابطه رو من خدمت شما می نویسم. همونجور که میدونیم مساحت مربع از این نکته به دست میاد که یک ضلع رو باید در خودش ضرب کنیم. به عنوان مثال مساحت این مربعی که با وتر ساخته شده برابر با وتر ضرب در وتر خواهد شد. مساحت این مربعی که با مربع آبی رنگ که با ضلع A ساخته شده برابر با A ضرب در A هست و مساحت این مربع قرمز رنگ که با ضلع B ساخته شده برابر با B ضرب در B خواهد بود. مساحت هایی که این مربع های به دست اومده خیلی جالب با هم ارتباط برقرار میکنن. مساحت اون مربع بزرگتر که با ضلع وتر ساخته شده برابر است با مجموع مساحت های اون دو ضلع. مجموع مساحت های مربع هایی که با اون دو ضلع ساخته شده، یعنی اون مربع بزرگتر که با ضلع وتر ساخته شده رو اگر ما مساحتش رو محاسبه کنیم، یک عددی به دست میاد که اگر مربع هایی که با اون دو ضلع دیگر ساخته شدن رو مساحتشون رو حساب کنیم و با هم جمع کنیم، دقیقاً همون عدد به دست خواهد آمد. من برای محاسبه مساحت مربعی که با ضلع وتر ساخته میشد چیکار باید انجام میدادم؟ باید وتر رو ضرب در وتر میکردم. خب وتر اسمش رو R گذاشته بودیم، پس باید R رو ضرب در R میکردم، یعنی همون R به توان 2. پس R به توان 2 چی هست؟ R به توان 2 مساحت اون مربعی است که با ضلع R ساخته شده، یعنی روی وتر ساخته شده. مساحت مربعی که با ضلع A ساخته شده رو چجوری باید به دست می آوردم؟ باید اون ضلع افقی رو ضرب در ضلع افقی میکردم، یعنی باید A رو ضرب در A میکردم که A ضرب در A برابر با A به توان 2 خواهد شد. این همون مساحت مربعی است که با ضلع A ساخته شده یا با ضلع خوابیده A، ضلع افقی. و اگر مساحت مربع با ضلع ایستاده و عمودی B رو میخواستم محاسبه کنم، باید اون B رو در خودش ضرب میکردم، B ضرب در B که برابر با B به توان 2 خواهد شد. پس در این سه تا مربع و این سه تا مساحت این رابطه رو به من میگه که R به توان 2 برابر است با A به توان 2 به اضافه B به توان 2 که دقیقاً این همون رابطه فیثاغورس خواهد بود. پس R به توان 2 برابر است با A به توان 2 به اضافه B به توان 2. یعنی در یک مثلث قائم الزاویه، الان من این مثلث رو یه خورده کج کشیدم، اشکال نداره، شما ببخشید، در یک مثلث قائم الزاویه با وتر A و ضلع A و B این رابطه 100% برقرار خواهد بود و این رابطه رو رابطه فیثاغورس مینامیم. پس هرگاه که ما مثلث قائم الزاویه رو داشتیم میتونیم این رابطه رو براش تعریف کنیم
وتر به توان 2 برابر است با ضلع افقی به توان 2 به اضافه ضلع عمودی به توان 2 که این رابطه دقیقاً همین رابطه درون کادر قرمز رنگ خواهد بود. در ادامه برای عنوان مثال اندازه مجهولات رو از ما خواسته که محاسبه کنیم. یک مثلث قائم الزاویه رو میبینم که اندازه ضلع افقی اون 3، اندازه ضلع عمودی 4 و اندازه وتر رو از من میخواد. پس طبق رابطه فیثاغورس وتر به توان 2 برابر است با ضلع افقی به توان 2 به اضافه ضلع عمودی به توان 2. وتر رو که x هست پس من می نویسم x به توان 2 برابر است با ضلع افقی 3 هست 3 به توان 2 به اضافه ضلع عمودی 4 هست 4 به توان 2. 3 به توان 2 یعنی 3 ضرب در 3 برابر با 9 به اضافه 4 به توان 2 یعنی 4 ضرب در 4 برابر با 16 9 به اضافه 16 برابر با 25. پس x به توان 2 برابر شد با 25. اما ما x رو میخوایم. برای به دست آوردن x از دو طرف جذر میگیریم، یک رادیکال اینجا و یک رادیکال اینجا. این توان 2 با رادیکال ساده میشه، پس x میاد بیرون و رادیکال 25 جذر دقیق هست برابر با 5. پس اندازه این ضلع که اون وتر 5 خواهد بود. در ادامه مثلث قائم الزاویه دیگری رو داریم که اندازه یکی از اضلاع اون مجهول هست. ما رابطه فیثاغورس رو می نویسیم و وتر به توان 2 برابر است با ضلع افقی به توان 2 به اضافه ضلع عمودی به توان 2. وتر که در اینجا ضلع روبرو به زاویه قامه است 9 هست، پس 9 به توان 2 برابر است با ضلع افقی برابر رادیکال 17 هست، رادیکال 17 به توان 2 به اضافه ضلع عمودی هم که x هست که ما باید اون رو محاسبه کنیم. x به توان 2 9 به توان 2 9 9 تا 81 برابر است با رادیکال 17 به توان 2 برابر است با 17 چون این توان 2 با رادیکال ساده میشه به اضافه x به توان 2. اگر من این 17 رو به طرف چپ تساوی منتقل کنم x به توان 2 محاسبه میشه. پس در نتیجه x به توان 2 برابر است با 81 منهای 17. پس x به توان 2 برابر است با 64. پس x2 برابر است با 64. در نتیجه ما x رو میخوایم، پس از دو طرف جذر میگیریم. توان 2 و x با هم ساده میشن و این با این رادیکال در نتیجه x برابر است با رادیکال 64. رادیکال 64 جذر دقیق است 8 8 تا 64 تا. پس اندازه این ضلع خواسته شده برابر است با 8. مثلث قائم الزاویه دیگری رو داریم که وتر اون x هست. پس x به توان 2 وتر به توان 2 برابر است با ضلع افقی به توان 2 به اضافه ضلع عمودی که رادیکال 13 هست رادیکال 3 هست به توان 2. در نتیجه x به توان 2 برابر است با 2 به توان 2 برابر با 4 و رادیکال 3 به توان 2 برابر با 3. 4 به اضافه 3 7. پس x به توان 2 برابر است با 7. ما x رو میخوایم، پس از دو طرف جذر میگیریم. توان 2 و x با هم ساده میشن. در نتیجه x برابر است با رادیکال 7. پس اندازه وتر این مثلث قائم الزاویه رادیکال 7. در شکل زیر اندازه قطر مستطیل داده شده است. طول مستطیل رو محاسبه کنید. ما اینجا قطر مستطیل رو داریم برابر 6 اما طول مستطیل x هست که باید محاسبه کنیم. ما همونجور که میدونید اینجا یک مثلث قائم الزاویه هست، پس میتونیم از رابطه فیثاغورس بهره ببریم. در رابطه فیثاغورس داشتیم که وتر به توان 2 برابر است با ضلع افقی به توان 2 به اضافه ضلع عمودی به توان 2. وتر در اینجا ضلع روبرو به زاویه قائم 6 است، پس 6 به توان 2 برابر است با ضلع افقی x هست x به توان 2 به اضافه ضلع عمودی رادیکال 11 است، رادیکال 11 به توان 2. 6 به توان 2 برابر با 36 برابر است با x به توان 2 رادیکال 11 به توان 2. توان 2 با رادیکال ساده میشن، همون 11 بیرون میاد. من اینجا باید عدد 11 رو به سمت چپ تساوی منتقل کنم تا x2 محاسبه بشه. x2 برابر است با 25
چون باید 36 رو منهای 11 میکردیم. خب ما x رو میخوایم رادیکال از دو طرف جذر میگیریم، توان دو با رادیکال ساده میشن، پس x برابر است با رادیکال 25. رادیکال 25 جذر دقیق است برابر با 5. موفق و پیروز و مؤید باشید.